بریم. یه دقیقه بی پیش من. الان بایستا. بود 37 یست دارم. زیاد پولم آمده رو بدم. نه هیچ کدوم خوب اسکنم. این آقا دکتره کیه؟ جانا کجایی بیا؟ وایسا یه دقیقه من اینو تمام کنم. بابا بیا. تو میای؟ نه وای بریم کوشودو پسیم. یه ذره اینو بازی کنیم بعد بریم. بابا اون دره رو من میتونم باز کنیم الان با هم. میدونم. بریم یه ذره اینو بریم. کیو میگم بریم. فعلا یه ذره بازی کنیم. نو میدم آقا، نو میدم. نمیدونم چرا اینطوری حرف بزنم. خود شدم. من خود بودی اصلا. همچنین جانا بیا. دارم میام. نه بریم و اصلا حرفش هم نزن. سریعتر بگم نه. انقدر نده من نمیام. لغت بازی مزخرفم نمیذاره من برم. سموش کوچولو خونی چقدر دراشه. فکر کنم اینجا خوب باشه برم. من عمرم دکتر. آره دکتر دیگتیری سوسک. سلام دادا، خوبی دادا؟ وای من سریعتر برم پیش آرتین ببینم چی کارا میکنه. تو خود پیش من نیا. میام. این جارو برقی ما رو میقله. این ما رو میقله. شجا نیستی؟ خودت جا نیستی. این ما رو میقله. من میتونم الان برم جلوش بگم. خب منم اینا جلوشم. ببین نه برو تو دهنش. خب تو هم برم تو دهنش. مردم اینا اینجا دهنش. بذار منم بیام تو دهنش. آره تو هم دهنش نیستی که مزه میتونی لهت کنه. بذار من بمیرم. آها خب الان فقط مجبوری جون ازت کم شه. روحت آقا اینو کثیفه. اینو تمیز کن. جارو برقی. بریم جدی؟ آره خب بریم. جونم کمه. مولدم آقا روحمه چقدر زیباست. لوح تو لا نمیلفت. آقا من نمیارم. آورد. بریم. آقا من راسته. خب بیا دنبال منو. که میام دنبالت. بالاخره بیا. بیا وایسا لودینگ کنه. بیا بیشون اینجا باید بریم. به کجا؟ اینجا بایسته بچه الیزابت و اینا صورتش خیرسه. آقا این میدونی چند میلیارده؟ اینو صورتش رو خیلی گذیم مگه و همی آیتونیاش. جانا بیا دیگه. کجا؟ آها دیدم. یس میام. من صدامو زیاد کنم. بی دنبال من. در میام. اصلا تو در داری؟ نداریم. نه در رو داری؟ نه آره یکی هستش ولی اون واسه راه فقط یه سیاه چاله که میری با یه لاک پشت میجنگی. نه پس یه قانون آخرین بار تو قایم شدی. چش گذاشتی؟ اوکی گوشیتون بری. من قایم بشیم. از کجا تا کجا؟ نگفتیم از کجا تا کجا.
ببین تو همین محوطه دیگه، چیزی نیست. همین وایسا ولی مثلا طبقه بالا اینا نمیره. اوکی اوکی دست نمیشه. نه چه خوبی رو داد. چه قبول نیست الان. اینطوری هم نه یار بزن هی دارم عوض میکنم، یه چیز خوب نمیشه. بیا خب اینا 100% میدونم اینایی. خاموش شده. میدونم اینایی. من نگاه کن. همینجا فقط هستی؟ آره دیگه اون پایین نمیم بالا نمیم. هه ای بابا من چه تبلت هم این ذره آقا من پایین صحبت کن. بیا دوست دارم میام. چه زیبا. تو منو میبینی؟ اینی؟ این نیست. ببین تو همین محوطه میگه یه کمک بکن. نزدیک یکی از واقعا پشت یکی از من دختر رو خیلی دوست دارم. چرا؟ پشتشی گفتی؟ منو می‌بینی؟ پشت مثلا اینجایی چند تهی مثلا اینجاهایی این مدلی. اینی پیداش کردم آره والا. خب بچه صداش این میاد؟ دفعه کار کنیم چیکار؟ مثلا هر موقع مثلا یکی داره میاد راه بریم، آره بعد مثلا جنسمون رو عوض کنیم. ببین راه میتونی مثلا بریم. من الان پشت سر اون خونه بودم، اشتباهی تبدیل شدم به درخت در حالی که یه لاک پشت بودم. واقعا؟ آره اوکی یه کمک یه چیزی بگم. کمک نه یه چیزی ببین یا جنسمون رو تغییر بدیم همون جایی که هستیم یا راه بریم فقط. هر دوتاش رو
رعایت کنیم خیلی حال میده. نه یکیش به جای خب راهنمایی نمی‌کنیم به جاش خوبه؟ نه. پس جنسیتمون رو عوض می‌کنیم. جنسیتمونو همونجا ولی باید بمونیم. باش من می‌شم. اوکی تو می‌خوری؟ من قایم میشم. جنسیتمونو میتونیم تو رو خدا راه هم بریم. راه بریم سایه تریم. یک کدومش پس راه بریم. اوکی ولی وقتی که یکی داره اون یکی رو میگیره فرار نکنیم. کسی هم دلش نخواد میتونه راه نره. اوکی بیا. چرا؟ اوی دو تا تابلو کنار هم مگه میشه؟ خب این تابلو نیست اصلا این چشم بذار. من باید چشم بذارم. اوکی تعریف اصلا اونوری کن. این وری کرد نمیدونم چون که میخوام حرف بزنم اینطوری باید باشه که صدا بره. پینگش نمیاره. پینگش نمیاد. من الان از تصویرم میبینید که مثلا دارم میبینم یا نمیبینم. من گوشیم یا همون تبلت یا کامپیوترم اصلا دارم نمیبینم، فقط دارم کاری میکنم که صدام بیاد پیشتون. بیام من تا الان نمیبینم. راه بریم گفتی؟ یه کمک تو شکست کنم. دیدم گفتیم نمیتونی فرار کنی میگه. کنیا من گنجش کرد. یه دقیقه وایسا بذار گنجش بشن. هیچ کاری نکنم. لاک باشدی وایسا هیچ کاری نکن. بدم بابا هیچ کاری نکنی. باشه نمیکن. آقام گنجش بشن. به همین آسونی ها نمیشه گنجش. من قایم شم. دارم نمیدونم چون شما برم خود آره 8 گوشی تو اونوری کن. اینوری هستش سلطان اینوری. مرسی که میگی سلطان عزیزم. سلطان رونالدو. به رونالدو میگن سلطان. مسی فقط نه بهش میگن سلطان. مسی سلطان. چی شد؟ اگه نظر دار آره واقعا هر کی یه نظری داره. مثلا یکی امباپه رو بیشتر از مسی و رونالدو که با هم جنگن. میشه. آره میدونمش. رونالدو اصلا چیزم هست هالند. وایسا یه ذره مونده تو خدا. مارادونا آرتین گونگیشت نگاه کن. حالا باشه نشون نماد جاتو بدی دیگه. نه من جامو عوض میکنم. دارم الان شکلم عوض میکنم بعدش میرم. خوبی شما سلام باشید. خوبی شما. آره من مربم یعنی نشانه خیلی بدی هستم. آره میدونم. آرتین بیا. آقا اسکوید گیم همینجا باشید ببینید شانسمو داد چه برای کجایی یه ذره راه رفتم یه کمک. یه ذره که مثلا از اینجا ببین منم دستمو از اینجا رفتم به اینجا. خودمونم یه ذره بره. یه کمک گل نیستم. نه واقعا من دارم کمک میکنم. یکی این ممکن آقا این دونه
خیلی چیزم خیلی تابلوه، چون که چند تا ازش، یعنی دور و برش نه، کنارش چند تا، مثل همون تابلوه، همون کنارش چسبیده بود. بگم کجا؟ دوست دارم الان فقط پیدا کنی، خیلی دارم نزدیک چی هست؟ نزدیک خونم، ببین بغل خونم چیزی هستم که منو کم مونده بود بزنی. بگم یا نه؟ نگم؟ جدی پیدا نکردی؟ خدا وکیلی تابلوه. این لاک پشت منو ببین، اینجا بودم، این بودم. ها؟ کجا بودی؟ اینجا منو ببین، من تو رو نمی‌بینم. اینجا بودم، من تو رو نمی‌بینم. اینجا بودم، یه لاک پشت بودم. تبلتت شارژ شاید بخوره، شاید میخوره دیگه. اینا خوردش، خیردش آقا، خیردش آقا. اینو بده، اسکوید گیم، اینو بردار، بالش بده. آقا یه چی رو بده. چی بود اسمش؟ یه اسم گذاشتن واسش، نداشتن میگن فصل 4 بعد اسم بذارن واسش. مرسی. جانو بیا. کجا تو رو چیز بده. تبلتت نمی‌بینم. من اصلا اینطوری میکنم که صدام ولی بره. گذاشتم. خودت داری از تصویر من میبینی دیگه. من کاری بچه ها، من اگر دیدید مثلا تصویرم رو دارم میبینم، واقعا من تبلتم اصلا اونوریه. یه کمک نزدیک خونه ها. واقعا پشتشی اینی. نه بیچاره رو زدم. فکرم اونی خودم پایین شدم. نمیتونیم جنسیتمون رو عوض کنیم ها. بابا این نام هی میخوان با ما حرف بزنن. دیدمت قلبه ای دیدمت. خیلی بود شد. داداشم نزم، من باید تو رو بزنم پیدا کنم. بذار من یه ذره رو هم بپرم، میشه رو هم من از این جانو لطفا باش، چون که خیلی جنسیت این دفعه عوض کن. نه به جای راه رفتن. نه دیگه گفتی راه رفتم. باش. من این وری میکنم دیگه. بچه من چشم نمیزم، فقط دوربینم اون وریه دیگه. ولی وقتی که دیدمت گفتم اینی دیگه فرار نباید بکنی. زرنگی نیست آخرش که من دیدم دیگه. بیام نیام. بچه من دیگه نمیتونم از خودم تصویر بذارم. خب بیا. اونا که من حساب داشتم. آخ کمکم کن. یه چیز
این میبینی. اینی کمک کنه. خیلی نزدیک. چرا با ما حرف باشه تو هم با ما حرف نزن. پشتش یا نزدیکش؟ داری میبینی منو؟ اینی؟ نه اینو داشتم میگرفتم. مثل چند بود؟ 20 مثلا 70 الان آرچین از من در نرو وقتی که من نزدیکتم. نیستی چون اینو یه بار مثلا دیدم. اینجاها نیستی؟ اینجاها آره این نزدیک. تو که گفتی نزدیک خونه ها. نه نزدیک خونه ها دیگه. اینجاها اینجا که نه، اینجا که نیست. من گفتم بابا این نزدیک. لاک پشتا هی میخوان با ما حرف بزنن. خب میخوام بدونی که تو خرسه کجا؟ پشتشونی؟ بله؟ نه خب دارم چرا دیگه اینقدر راهنمایی هم هست بکنم دیگه. دیگه اینقدر بعضی وقتا تو خونه ها باشه. تو نمیدونی من که میدونی همطوری میگی که من علکی وقتم تلخ. دیدمت این گنجشکی. یه چیز بگم چرا خدا گنجش کنیم. ببین من نها کن مثلا من اینجا بودم تو داشتی دور اینجا میچرخیدی. تو اینجا داشتی میومدی من با گنجش که سریع رفتم این بار فرار کردم و تو چرخه این بر یعنی منو ندیدی. خب من میشورم دیگه گوشی تو گذاشتی اونور؟ اونورم اونوره باشه از تصویر منم نگاه نکن. نگاه نیکی نیکی چی؟ یه لحظه فکر کردم دیگه فهمیدی خودت؟ واسه یه دقیقه چیز خوب اصلا نمیدون. سلام آقای اسمی زنم اینقدر درس رو نخوندیم. دم کینش میبره کینش مرسی خیلی زشتی. اسکوید گیم خیلی زشتی. نمیتونی بیایی اسکوید. آلو وایس وایس آقا نه وایس من نشمردم مارتین. اوکی وایس شکلیمو عوض کنم. ها؟ اینطوری شد این لاکش طول نمیده اینطوری شد چه باگه من اینطوری کنم اینطوری بیا اوکی بچه ها من دارم درست میبره کدوم بر آرتی خیلی زود بود یه بار دیگه قایم شم. پس سریع‌تر با می‌زدیم اوکی چشم بذار وایسا یه چیز خوب بده. وایسا آخه ببین همش مکعب میده نمیشه که. من نمیدونم او شده تبدیل شدم به یک کسی. آخه
شاید بچه کوچولو توی مواد مواد میخواد بچه بچه مواد میخواد